با سلام. در خصوص مکانیزم‌های مؤثر بر انتقال آلاینده‌ها مختصری در درس ژئوشیمی زیست محیطی صحبت کردیم و گفتیم که دو مکانیزم مهم، یعنی پراکندگی دیسپرژن و پهن‌رفت یا ادوکشن، مکانیزم‌های مهم هستند در انتقال و انتشار فیزیکی آلاینده‌ها. در درس امروز هم این مکانیزم‌ها رو مجددا مرور می‌کنیم و نهایتاً معادله دیفرانسیل اساسی حاکم بر انتقال جرم رو اثبات خواهیم کرد. به طور کلی دو مکانیزم فیزیکی مهم روی انتقال گونه‌های محلول در سیستم‌های آبی مؤثرند. اولین مکانیزم پدیده پراکندگی هستش، دیسپرژن، که بهش پراکندگی هیدرودینامیکی هم میگن، هایدرودینامیک دیسپرژن. و مکانیزم بعدی مکانیزم پهن‌رفت یا ادوکشن هستش. پراکندگی هیدرودینامیکی دارای دو تا مؤلفه هستش. مؤلفه اول پراکندگی مکانیکی مکانیکال دیسپرژن هستش که به اون مخلوط شدن ظاهری هم میگن و در اثر استکاک بین ذرات محیط متخلخل و سیال جاری و همچنین در اثر انحنا و پیچاپیچی مسیرها و همچنین تغییرات سرعت سیال حاوی آلاینده در طول محیط متخلخل ناشی میشه. اگر شما به این شکل دقت داشته باشین، دو جزء سیال در محل‌های B و C به هم نزدیکن، وقتی یه مسافتی رو طی میکنن از هم دور میشن. این در حالیه که دو جزء سیال A و B در واقع بعد از طی اون مسافت به هم نزدیک میشن. مؤلفه بعدی مؤلفه نفوذ، پخش یا پراکنش مولکولی یا مولکیولار دیفیوژن هستش که از گسترده شدن یا پخش یک آلاینده در محیط انتقال در پاسخ به گرادیان غلظت ایجاد میشه. شما اگر به این شکل دقت داشته باشین، در این محل غلظت بالاست، در اطرافش غلظت پایینه، بنابراین در پاسخ به این غلظت آلاینده از محلی که غلظت بالاست به اطرافش که غلظت کم باشه این در واقع پراکنده میشه و پخش میشه که به این پدیده پخش رو در زمان در این شکل به خوبی شما دارین ملاحظه میکنید. پراکندگی مکانیکی از حاصل ضرب ضریبی به نام ضریب پراکندگی و سرعت متوسط خطی به دست میاد. سرعت متوسط خطی هم در واقع از سرعت دارسی تقسیم بر تخلخل به دست میاد که پارامترها اینجا معرفی شدن و واحداشون هم ارائه شده. dm پراکندگی مکانیکیه بر حسب متر مربع بر ثانیه، آلفا دیسپرسیویتی یا ضریب پراکندگی بر حسب متر، v سرعت متوسط خطی بر حسب متر بر ثانیه، n تخلخل محیط، u هم سرعت دارسی بر حسب متر بر ثانیه. پدیده نفوذ یا پخش رو با قانون فیک توصیف میکنن. فیک در این زمینه دو تا قانون داره. قانون اول پدیده نفوذ رو تحت شرایط پایا و مستقل از زمان بیان میکنه که رابطش اینجا ارائه شده. قانون دوم فیک وقتی استفاده میشه که غلظت آلاینده با زمان تغییر بکنه. بنابراین ما از قانون دوم فیک استفاده میکنیم که اینجا ارائه شده. پارامترها هم معرفی شده. در واقع روابط D1 ضریب پخشه بر حسب متر مربع بر ثانیه، F فلاکس جرمی آلاینده هستش بر حسب کیلوگرم متر مربع بر ثانیه، C غلظت آلاینده هستش بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب، روند C به روند X گرادیان غلظت اصطلاحاً نامیده میشه، T زمانه بر حسب ثانیه. اینجا یه منفی دیده میشه. این علامت منفی به این دلیله که
گرادیان غلظت راند سی به راند اکس در جهت پخش خودش منفیه، بنابراین یه منفی در نظر میگیرن که در نهایت فلاکس جرمی به صورت مثبت ارائه بشه. خب حالا اگر ما مؤلفه‌های نفوذ که با دیف نشون میدیم و پراکندگی مکانیکی که با حاصل ضرب ضریب پراکندگی در سرعت متوسط خطی نشون میدیم، اینا رو با هم جمع بکنیم، پراکندگی هیدرودینامیکی در جهت طولی لانگیتیودینال و در جهت عرضی ترانسفرس به دست میاد که پارامترهایی که در این فرمولا وجود دارن اینجا معرفی شدن بر حسب واحدهایی که دادن. مثلا DL پراکندگی هیدرودینامیکی طولی متر مربع بر ثانیه، DT پراکندگی هیدرودینامیکی عرضی جانبیه بر حسب متر مربع بر ثانیه، آلفای L و آلفای T هم در واقع ضرایب پراکندگی هستند در جهت طول و در جهت جانبی بر حسب متر. Vx و Vy هم سرعت متوسط خطی در امتدادهای X و Y هستش و دیف هم ضریب پخش یا ضریب نفوذ مولکولی هستش با واحد متر مربع بر ثانیه. دومین مکانیزم فیزیکی مؤثر بر انتقال جرم یک آلاینده در سیستم آبی فرایند پنرفت یا ادوکشن هستش که تعریفی برای پنرفت وجود داره که به این صورت میتونیم ارائه بکنیم. پنرفت مکانیزم فیزیکی انتقال یک آلاینده توسط یک سیال به واسطه حرکت بالک آن سیال هستش. فلاکس پنرفت از این رابطه به دست میاد که با F نشون میدن. F مساویه با Vxj n ضرب در C که در این رابطه Vxj مؤلفی سرعت متوسط خطی محیط، در واقع سیال محیط، n تخلخل محیط و C غلظته. فلاکس پنرفت رو میتونیم در امتدادهای x, y, z بنویسیم. به عنوان مثال ما این فلاکس پنرفت رو برای دو امتداد x و y نوشتیم. f1x یا fx هستش vx ضرب در n ضرب در c و f1y مساویه با vy ضرب در n ضرب در c. واحد فلاکس هم که کیلوگرم متر مربع بر ثانیه هستش و قبلا معرفی کردیم. ما اگه بیایم الان در واقع فلاکس های جرمی پنرفت و فلاکس جرمی پراکندگی رو با هم جمع بکنیم، فلاکس جرمی کل به دست میاد که این دوتا رابطه فلاکس جرمی کل در امتدادهای x و y نوشته شده. در واقع جمله اول یعنی این عبارت و این عبارت فلاکس جرمی پنرفت هستش که از حاصل ضرب سرعت در امتدادهای مربوطه در تخلخل در غلظت به دست میاد. جمله دوم یعنی منهای n dx راند سی به راند x یا منهای n ضرب در dy راند سی به راند y فلاکس های جرمی پراکندگی هستن به ترتیب در امتدادهای x و y. فقط به این نکته دقت داشته باشین که علامت منفی به این خاطر نوشته شده که راند سی به راند x در امتداد x یا راند سی به راند y در امتداد y منفی هستن. بنابراین فلاکس جرمی کل بر حسب کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه در این رابطه به دست میاد. دوستان حالا که ما مکانیزم های فیزیکی حاکم بر انتقال جرم شامل پنرفت و پراکندگی رو با هم مرور و بررسی کردیم، در این قسمت معادله انتقال آلودگی رو با هم بررسی خواهیم کرد. برای این منظور ما یک حجم کنترلی یا یک مکعب از یک محیط جریان مثل سیستم آبخوان رو در نظر میگیریم که دارای ابعاد dx dy و dz. حجم این مکعب یا المان حجمی از حاصل ضرب این dx dy dz به دست میاد که با vs نشون میدن و این حجم رو معادل یک فرض میکنیم. خب محورهای مختصات رو طوری در نظر میگیریم که محور x تو این امتداد باشه، محور y تو این امتداد و محور z تو این امتداد باشه. اگر فلاکس
جرمی در امتداد محور X و روی این زل Q باشه، اون وقت فلاکس جرمی در زل مقابل اون زل در امتداد محور X که به فاصله dx از اون زل واقع شده، Q به اضافه روند Q به روند X ضرب در dx هستش. اون وقت فلاکس جرمی خالص از در واقع اختلاف این فلاکس و این فلاکس به دست میاد، یعنی Q به اضافه روند Q به روند X ضرب در dx منهای Q میشه فلاکس جرمی خالص در امتداد X، میشه روند Q به روند X ضرب در dx. البته به طریق مشابه ما میتونیم فلاکس جرمی خالص رو در امتدادهای Y و Z هم به دست بیاریم، میشه به ترتیب میشه روند Q به روند Y ضرب در dy، روند Q به روند Z ضرب در dz. خب طبق اصل بقای جرم یا conservation of mass، این فلاکس جرمی خالص معادل آهنگ یا نرخ زمانی تغییر جرم کل M خواهد بود. بنابراین ما این چیزی که گفتیم رو میتونیم به صورت ریاضی اینجا بنویسیم: روند M به روند T ضرب در dx مساوی با منهای روند Q به روند X ضرب در dx ها حذف میشن. این عبارت به دست میاد. فقط دقت داشته باشین که علامت منفی به این خاطر هستش که جهت جریان جرمی از غلظت بالا به غلظت پایین هستش، به بعد دیگه روند Q به روند X خودش منفی هستش. خب فعلا این رابطه رو داشته باشیم. خب اینجا از تعریف غلظت استفاده میکنیم. غلظت برابر با جرم گونه محلول به حجم واحد آب در فضای خالی محیط متخلخلمون، یعنی VW. خب این رابطه رو میتونیم به این صورت هم بنویسیم: M مساوی با حاصل ضرب غلظت در VW. از طرف دیگه ما یک تعریفی برای آب محتوای حجمی یا تتا داریم. آب محتوای حجمی برابر با حجم آب بر واحد حجم المان. واحد حجم المان رو قبلا گفتیم معادل 1 فرض کردیم. اگر VS 1 باشه، آب محتوای حجمی که هستش VW به VS به جای VS 1 میذاریم، تتا میشه VW. بنابراین در رابطه 3 به جای VW ما میتونیم تتا بذاریم. این رابطه رو با 4 نشون میدیم. حالا ما رابطه 4 رو در رابطه 1 قرار میدیم که در صفحه قبل بیان کردیم. اینجا هم در واقع تکرار کردیم رابطه 1 رو، یعنی به جای M که معادل غلظت ضرب در آب محتوا، به جای M ما حاصل ضرب C و C در تتا رو قرار میدیم. چون تتا رو ما ثابت فرض کردیم، تتا رو خارج از عبارت دیفرانسیلی می نویسیم، یعنی به جای روند M می نویسیم C تتا، تتا رو خارج میکنیم، اون وقت به جای روند M میشه تتا روند C. اون وقت روند M به روند T میشه تتا روند C به روند T که مساوی با منهای روند Q به روند X که Q فلاکس جرمی هستش. دوستان در رابطه قبل Q فلاکس جرمی بود. بسته به این که کدوم یک از این مکانیزم های انتقال جرم موثرن، ما میتونیم فلاکس پهنرفت به تنهایی یا فلاکس پراکندگی به تنهایی یا مجموع این دوتا فلاکس رو به جای Q در رابطه 5 قرار بدیم که این رابطه 5 رو اینجا در واقع آوردم. یعنی به جای Q حالا فرض کنیم که هر دو فلاکس موثرن، به جای Q مجموع این دوتا فلاکس رو قرار میدیم. بنابراین این رابطه به دست میاد. میبینیم به جای Q جمع این دوتا عبارت رو گذاشتم، به این صورت نوشته میشه. خب ما اگر فرض بکنیم که تتا آب محتوا DL پراکندگی هیدرودینامیکی در جهت طول و U سرعت دارسی رو در امتداد X ما ثابت فرض بکنیم، اون وقت ما از این عبارت یعنی روند C به روند X و خود C دیفرانسیل گیری بکنیم در امتداد X، این رابطه به این صورت در واقع ساده میشه. حالا
اگر طرفین رو تقسیم بر تتا یا آب محتوا بکنیم، رابطه 7 به این صورت به صورت ساده نوشته میشه. فقط دقت داشته باشین که یو سرعت دارسی تبدیل شده به سرعت متوسط خطی که سرعت متوسط خطی هستش سرعت دارسی تقسیم بر آب محتوا. در محیط‌های آبخانه‌ای بسیار ریزدانه که سرعت جریان آب زیرزمینی پایین هستش یا در آسترهای رسی زیر لندفیل‌ها یا خاکچال‌ها و یا سازه‌های هیپلیچینگ، انتقال یا رقیق شدن آلاینده تنها توسط فرایند نفوذ قابل توصیفه. در نتیجه به جای کیو در معادله 5 که اینجا هم تکرار کردیم، ما فلاکس دیفیوژن یا فلاکس نفوذ رو قرار میدیم که این فلاکس نفوذ در واقع بخشی از فلاکس پراکندگی هیدرودینامیکی هستش. بنابراین اگر به جای کیو ما تنها فلاکس نفوذ رو قرار بدیم، این معادله به دست میاد. اگر در این معادله هم تتای آب محتوا و ضریب نفوذ یا دی دیف رو ثابت فرض بکنیم، این معادله به این صورت ساده میشه. اگر طرفین رو تقسیم بر تتا یا آب محتوا بکنیم، این معادله هم به صورت روند سی به روند تی مساوی با دی دیف روند سی به روند اکس رو در میاد که در واقع همون اگه دقت داشته باشیم قبلا هم گفتم در واقع معادله حاکم بر انتقال جرم به معادله نفوذ به تنهایی یا قانون دوم فیک تبدیل میشه. دقت داشته باشین در سیستم های آبخانه‌ای که سرعت جریان آب زیرزمینی بالاست، معادله انتقال جرم توسط هر دو فرایند پراکندگی هیدرودینامیکی و پهنرفت کنترل میشه. بنابراین در معادله 5 به جای کیو ما مجموع فلاکس های جرمی پهنرفت و پراکندگی رو قرار میدیم. نهایتاً این معادله حاصل میشه که این معادله بسیار معروفیه، معادله پراکندگی پهنرفت یا به Advection Dispersion Transport مدل معروف هستش که با این خیلی سرکار خواهیم داشت. در مبحث انتقال آلودگی یا انتقال جرم، موضوع یا مبحث سورس یا منبع بسیار مهم هستش. ما دو نوع منبع استفاده می کنیم. منبع اول منبع پیوسته یا کانتینیوس سورس هستش، یعنی در نقطه مثل اینجا آلاینده‌ای با غلظت ثابت C0 وارد محیط جریان میشه و در جهت جریان آب زیرزمینی یک پلم تشکیل میشه. معنیش اینه که هرچه از منبع دور میشیم چگالی یا دانسیتی آلاینده کم میشه ولی دامنه پراکندگی وسیع‌تر میشه و هرچه فاصله میگیریم از منبع در واقع این آلاینده رقیق‌تر میشه. منبع دوم از نوع منبع غیر پیوسته، منبع لحظه‌ای یا منبع پالسی هستش، به این صورت که در لحظه T0 در نقطه مثل X0 آلاینده به صورت لحظه‌ای یا پالسی وارد سیستم جریان آب زیرزمینی میشه و با جهت جریان آب انتقال پیدا میکنه. دقت داشته باشین که هرچه زمان میگذره این آلاینده از منبع فاصله میگیره و ملاحظه میکنیم که چگالی یا دانسیته آلاینده کم میشه ولی گستردگی آلاینده در واقع بیشتر میشه. یکی از موضوعات مهم در بحث انتقال جرم با واکنشه، به این صورت که یک آلاینده ممکنه ضمن انتقالش در محیط جریان آب زیرزمینی تحت تاثیر یه سری مکانیزم‌ها یا فرآیند شیمیایی قرار بگیره یا فرآیند در واقع
بیولوژیکی قرار بگیره یا تحت تاثیر واپاشی طبیعی قرار بگیره، نتیجهش تولید یا مصرف اون آلاینده ضمن انتقال فیزیکی هستش. این واکنش ها میتونه بین آلاینده ها و محیط متخلخل باشه، یعنی محیط آبخوان باشه، یا میتونه بین آلاینده و سیالی باشه که این آلاینده درش حل شده. یعنی شما به این معادله دقت داشته باشین، در واقع با 3 جمله اول این معادله قبلا آشنایی داریم، در واقع advection dispersion transfer مدل، ولی می‌بینید که یه عبارتی به این اضافه شده، مثبت منفی r تقسیم بر n. منفی به خاطر اینکه آلاینده ممکنه مصرف بشه، مثبت به خاطر اینکه آلاینده ممکنه تولید بشه. در این رابطه n تخلخل محیط، r ریت یا نرخ تولید یا مصرف آلاینده هستش. به عبارت دیگه جرم آلاینده تولید شده یا مصرف شده بر واحد حجم بر واحد زمان، واحدش هم مول متر مکعب بر ثانیه هستش. بنابراین بسته به نوع واکنشی که در محیط ممکنه انجام بشه، ما باید ریت یا سینتیک اون واکنش رو در واقع به صورت یه ترم ریاضی در بیاریم و در این رابطه به جای R قرار بدیم و بعد معادله رو حل کنیم. در اینجا دقت داشته باشین که RNA فقط یک ترم نیست، بسته به این که ضمن انتقال فیزیکی در واقع چه مکانیزم‌های تبدیل جرم ممکنه نقش داشته باشن یا حاکم باشه، این عبارت میتونه به صورت R1 به N به اضافه منهای R2 به N به اضافه منهای R3 به N و الی آخر باشه که هر کدوم از اینا بیانگر یک فرایند تبدیل جرم هستش. ما اینجا یه مثالی زدیم، فرض کردیم که یک گونه محلول با غلظت C در سیستم جریان آب زیرزمینی با فرایندهای پراکندگی و پهنرفت در حال انتقال و رقیق شدن، یک مکانیزم تجزیه بیولوژیکی هم حاکمه. شما در درس ژئوشیمی زیست محیطی یاد گرفتین که برای تجزیه بیولوژیکی عبارت نرخ یا R ریت یا روند NC به روند T هستش، منهای لامدا ضرب در N ضرب در C. N تخلخل C غلظت، لامدا هم ثابت سینتیک مرتبه اول هستش که با واحد 1 بر روی ثانیه بیان میشه. بنابراین اگر این عبارت رو که از نظر واحدی همون واحد روند C به روند T یا واحد این ترم یعنی ترم پراکندگی و واحد پهنرفت داره، مستقیما میتونیم این عبارت رو به جای R در این رابطه قرار بدیم. حالا به جای مثبت منفی، چون تجزیه بیولوژیکی جرم رو مصرف میکنه، به جای مثبت منفی عبارت منفی رو قرار میدیم. بنابراین این معادله تبدیل به این معادله میشه. معنیش اینه که در واقع وقتی یک آلاینده‌ای در سیستم جریان آب زیرزمینی در واقع رقیق میشه، انتقال پیدا میکنه، تحت تاثیر تجزیه بیولوژیکی هم قرار میگیره و جرمش مصرف میشه. برای حل معادله دیفرانسیل حاکم بر انتقال جرم ما نیاز به ارائه یه تعداد شرایط مرزی و یه شرط اولیه هستیم که تحت عنوان Boundary and Initial Condition معروفه. اولین شرط اولیه یا Initial Condition که توزیع آلاینده رو در محیط جریان و قبل از مکانیزم انتقال بیان میکنه. یعنی در سیستم جریان در هر مکانی ولی در زمان صفر غلظت مساوی با غلظت اولیه. اگه بخوام به زبان ساده بگیم معنیش اینه که قبل از ورود اون آلاینده در سیستم جریان، اون آلاینده چه غلظتی در محیط جریان داشته. شرط بعدی شرط مرزی یا باندری کندیشن هستش با غلظت ثابت یا فیکس کانسنتریشن در مرز ورودی، یعنی برای معرفی منبع یا سورس، یعنی غلظت آلاینده در مکان صفر و در هر زمانی مساوی با سی صفره. وقتی اینجا تی می‌نویسیم معنیش اینه که اون غلظت آلاینده با زمان به صورت پیوسته تولید میشه یا سورسمون در واقع چیه؟ سورسمون به صورت پیوسته است. به جای غلظت ثابت یا فیکس کانسنتریشن ما معمولاً از شرط مرزی با
variable flux هم استفاده میکنیم، فلاکس متغیر یا variable flux، که به جای اینکه غلظت ثابت استفاده بکنیم، غلظت ثابت رو در واقع اون میزان مقدار ریچارج یا مقدار سرعت یا نرخ جریان که با واحد متر بر ثانیه بیان میشه در هم ضرب میکنیم و منبع رو به صورت به جای غلظت ثابت به صورت جریان متغیر قرار میدیم. معمولا یک شرط مرزی فیکس کانسنتریشن یا غلظت ثابت یا نوع اول یا همون شرط مرزی دیریکله رو در مرز خروجی سیستم هم در واقع قرار میگیریم یا در نظر میگیریم که به این صورت C در فاصله بی نهایت از منبع یا سورس که آلاینده با غلظت C0 وارد شده، در واقع آلاینده اونقدر رقیق میشه که بعد از زمان T میرسه به C اینیشیال، یعنی به مقدار اولیه خودش در اون سیستم قبل از انتقال یا انتشار میرسه. خب ما در این فصل مکانیزم‌های فیزیکی حاکم بر انتقال و رقیق سازی جرم رو بررسی کردیم، مرور کردیم و معادله انتقال جرم رو در حالات مختلف گفتیم خدمت شما. انواع منابع تولید آلودگی رو بررسی کردیم و شرایط مرزی رو گفتیم. انشاءالله در فصل بعدی ما معادله انتقال جرم رو در حالات مختلف به صورت تحلیلی حل خواهیم کرد.